من به خدمت شما هستم که این این سروبار دیگر بینی. بله. این سروبار چی بله چیوری با چی میکردن؟ سروبار موقعی که وقتی مالام بیان طویله میان و زمانش یه خورده طول میکشید جاشونو و معمولا سر میگیردیم. سر که میگیردیم مجبور بودیم اون رو بزنم. نمیزیان در نمیکردن خب طویله جانو داشتن. و سر بزنم مخصوص به هر کس نمیتونه سر بزنم. حتما یه نفر بود. یه استخواری باید هم سر دزیانش استخوار میخواد هم سر دچن. چی رو بخورم گلابی را؟ اونایی که سروبار سنگین داشتن معمولا اونا خب بیشتر مردم خبر میکردن برای این کار. میذار گلابی بخورم. چون خیلی خسته میگن. کی خبر میکردن؟ یادم نه چه روزی سر میزیان؟ روزش بسیاری چیز داشت. مثلا پنجشنبه یا جمعه. نه موقع دیگه پنجشنبه جمعه ملاک نمیاد. هر روز هر کسی که دیویان معمولا زمستان این کسایی که دیویان همون اینا کمک حال هم دیگه. پنجشنبه جمعهش ملاک نداره. نه. هر موقع سرکور میگه دیگه این موقعش میگه میزنن. نمیتونستن آخری میانده. باش باخوران باخوران مجبورن سرشو بزنن. نمیتونستن آزوغشو رو بخورن. خب سر که میزیان یا دست به دست میکردن همینطوری بغل هم بار یا سر دست به دست میکردن جایی که باز معمولا نکاس داشته باشن نکاسی بیخ این سر دمیشه مبادا باران وقت بگیره خراب کنه از این استادی استای قاولی باشه که بتونه دچی هم سروبار هم مثل گونه‌بار اینا خیلی استاهای مخصوص می‌داشتن که این کار انجام کار حرفی نبود یا نکاس می‌خدم یا با میده میزه میشه درسته یه جایی میشن که کمتر با میده باران میگیره بعد میگن سرانشونه حالا معمولا اونایی که سر زیاد داشتن همه رو خبر میکردن اگر ما خبر نمیکردن یک دی خبر نکرد خودشون میان بعضی تو حالا عمومی بیان یکیش مثلا خود سروبار یکی کاهوار یکی یوار اینا اگر معمولا خبر میکردن اگر خبر نمیکردن دی اونا ناراحت میگردن میان چون باران خبر نکردن بیشترشون خودشون میان این کار بله میان بعد کمک حالا هم دیگر بیان دیگه میان سرشون میزیان و معمولا هم صبح شروع میکردن تا ظهر که ظهر نهار بعد دیگه نهار باشه بعد از ظهر کمتر این کار انجام میدن چون بعد از ظهر دیگه کارهای دیگه انجام میدن یا کارهای دیگه که مثلا همین باش پنجتا نشان نمیدن این چیزاشون ماره بودن اینا حتما باید این کارا اصلا جای سر خیلی مهمه مثلا کشان ورسه و قدیمی ورسه اینقدر ورسه یک روز چاپ برو ما جای سر در رو بکن و ورگوار پس کنن جاشو درست کنن تا بزن سر بعد چی اینقدر ورس زیاد میامن مثلا الان نیو قدیمی ورس دیگه با ساختمان قدیمی با جلوبا مثل شیروانی نبرلم وقت بیام کوچه تو دیگه کوپا میگردیم از این با میشه را میشه از اول کوچه برمی‌گردن میشن تا آخر کوچه اونجا جیر بمیان اینقدر وقت بیامن اینقدر با وقت میگیریم خدای ما خسته گیریم دیگه بسه این ورجی میگه اون ورپار میگه اون ورجی میگه این ورپار میگه قدیم مثلا قدیم یه رسم دیگه ای داشتن قدیم یک همکاری دیگه ای داشتن یه محبت‌های دیگه ای داره یه ارزش‌های دیگه ای داره به احترامات داره اصلا اگر کسی که یه برواجه خبر نمی‌کنه گریگی برو چه من خبر نکردم هر چه شامل آورده بر خبر نکردی